سرخط خبرهای مهم: بازداشت یک جوان برای مرگ مایور ملیسا. موین غفورов در UFC رزمکاری ژاپنی را شکست داد و جنگ در غزه قطع شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می‌گردانیم. امروز دوشنبه 20 ینور. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر بیانیه‌ای گفته است که سر و صدا درباره خروج نوع دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمانی نشر می شود که در کشور بیماری‌های راه‌های نفس زیاد پنهان شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می‌کند. وزارت روز 18 ینور گفت امروزها در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های اینترنتی از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه‌نامه‌ای از نام وزارت تندرستی تاجیکستان اوید به خروج نوی کرونا کووید اومیکرون XBB در تاجیکستان پهن می‌گردد که بافته است و هیچ ارتباطی با وزارت ندارد. در توصیه‌نامه‌ای که به مهر و امضا و به سند رسمی است و رادیو آزادی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاطکار باشند. وزارت از مردم خواسته است که به هر گونه خبر و آوازه‌های بردروغ وابسته به خروج صورت مذکور که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون XBB یک نوع از بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پهن شد و هزارها نفر را کشت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر ملیسا شده است دستگیر کردند. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 ینور با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشروان شریف زاده که گواهنامه رانندگی ندارد هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه بهروز سیدعلی زاده مایور ملیسا را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه که در صفحه ریاست در فیسبوک روز 17 ینور نشر شد آمده است انوشروان شریف زاده همزمان چندین مراتب به طلبات قانونی کارمندان بازرسی اطاعت نکرده در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور ملیسا سیدعلی زاده که هنگام ادای خدمت قرار داشت پخش کرده از جای حادثه فرار نمود. در نتیجه سیدعلی زاده جراحات وزنی برداشته هنگام انتقال به بیمارخانه جان باخته است. انوشروان شریف زاده عین زمان در بازداشت است و با دو جنایت یعنی بی گواهنامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان متهم می شود. کسی از نزدیکان بازداشت شده درباره این عملکرد و یا اتهامات تا کنون چیزی نگفتند. در تاجیکستان رانندگی بی گواهنامه اگرچه مشاهده می شود ولی تا به مرگ رسانیدن نوزیر یا افسر ملیسا حادثه نادر است. در اروپا تصمیم مصادره میلیاردها دلار روسیه و به اوکراین دادن آنها هرچی بیشتر طرفدار می‌یابد. بعد تجاوز به خاک اوکراین کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به صدها میلیارد دلاری که در بانک‌های آنها داشت محروم کردند. کشورهای اروپایی که نگرانند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمک‌های مالی به اوکراین را کم می‌کند، شاید کمبود کمک را از حساب پول‌های مصادره شده روسیه پر کنند. بعد حمله به خاک اوکراین در سال 2022 کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به 300 میلیارد دلارش محروم کردند. بسیار از این پولها در بانک‌های اروپا نگه داشته می‌شوند، از جمله 22 میلیارد دلار در بانک‌های بریتانیا. وکیلان این کشور با قبول قرار رمزی گفتند که این پول به اوکراین داده شود. سبب به گفته آنها سرنوشت نامعلوم کمک‌ها در عهد دونالد ترامپ است. ما می‌دانیم که اندیشه او درباره اوکراین، درباره امنیت اروپا و روسیه دیگر است. در صورت کاهش کمک و یا احتمال کاهش کمک امریکا، ما باید زودتر عمل کنیم و 300 میلیارد دلار را مصادره کرده به اوکراین بفرستیم. با قول تحلیلگر الکساندر کلیاندر هر گونه قطع کمک امریکا به کیف اروپا را مجبور می‌کند درباره پول‌های روسیه قرار قبول نماید. ترس از رها کردن اوکراین به چنگال ماشین جنگی پوتین وجود دارد. در واقع اگر چنین شود به این قرار می‌آیند که پول‌ها را به اوکراین بدهند. با قول کلیاندر اوکراین می‌تواند برای جلب حمایت ترامپ وعده بدهد که با این پول از امریکا اسلحه می‌خرد.
این کار با غایه امریکا در جای اول موافق می آید. اوکراین اسلحه می گیرد، ترامپ در امریکا امتیاز. این زمان با قول تحلیلگر بانک مرکزی اروپا و بعضی حکومت‌ها سر مسئله مصادره پول‌های روسیه ملاحظات دارند. آنها می ترسند که مصادره پول‌های روسیه یا از خود کردن و با اوکراین دادن آنها باوری به یورو را که یک ارز معتبر است از بین میبرد و کشورهای خارجی از خرید اوراق گرانبها و سهام و ارز اروپایی می ترسند. روسیه گفته است که مصادره پول‌ها غیر قانونی خواهد بود و برای این کار انتقام می‌گیرد. اما با گفته تحلیلگران بسیاری از شرکت‌های غربی علاقه از روسیه بیرون شدند. موین غفوروف رزمکار تاجیک در محاربه‌های آمیخته یا MMA در مسابقات UFC 311 شب 19 январ در شهرک اینگلوود که در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا آمریکا میباشد در وزن سبکترین رینیا ناکارامو ژاپنی را شکست داد. رقابت همه 3 راوند ادامه کرد و رزمکار تاجیک با قرار یکدلانه داوران پیروز شد. همین طریق موین غفوروف غلبه 20 خود را در محاربه‌های آمیخته به دست آورد. برای رینیا ناکامورا باشد این اولین باخت در کارنامه‌اش به شمار می رود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 26 قوا آزمایی انجام داده، در 28 پیروز شده، در 6 تا شکست خورده است. از آن جمله در UFC از 4 رقابت در 2 تاش غالب آمده، 2 تاش را باخته است. رزمکار تاجیک ماه ایون سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد و 4مین رزمکار از تاجیکستان است که به UFC داخل شده است. سازش آتش بس در غزه پس از تأخیر چند ساعته به اجرا درآمد. اسرائیل و حماس با میانروی کشورهای منطقه باید ساعت 8:30 روز 19 январ جنگ در غزه را ختم می‌کردند، ولی آن با تأخیر و ساعت 11:15 اعلان شد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت حماس فهرست 33 گروگانی که در مرحله اول باید رها کند با آنها سری وقت پیشنهاد نکرد. حماس از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. مقامات اسرائیل گفتند حماس روی خط را باید تا بگاهی روز 18 январ به دست آنها می رساند، ولی این کار را با تأخیر و روز 19 январ انجام داد. نمایندگان حماس گفتند که با سبب‌های حمله‌های اسرائیل نتوانستند که این کار را سری وقت انجام دهند، ولی آن را صبح روز 19 январ به اسرائیل پیشنهاد کردند. اسرائیل دسترس شدن روی خط را تصدیق و حمله‌هایش را به غزه قطع کرد. اما دیروز بر اثر حمله‌های اسرائیل تا آغاز آتش بس 10 فلسطینی کشته شد. جنگ در غزه حدود 1 سال و 4 ماه دوام کرد. در حمله‌های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند. بخش یک روزی تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 20 январи соли 2008 чарха ва ё агрегати нахустини нерӯгоҳи барқи обии Санктуда 1 бо ширкати Эмомали Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон ва Сергей Наришкин, ноиби сарвазири Русия ба кор дароварда шуд. Ин тарҳро натиҷаи ҳамкориҳои стратегии ду кишвар номиданд. нерӯгоҳ бо иқтидори тавлидотӣ 670 мегаватт соат барқ соли 2021 каме беш аз 42% тавонашро ба кор бурда, танҳо бахше аз ниёзҳои сокинони Тоҷикистон ба барқро бароварда мекард. 20 январи соли 2018 бо як қарори ҳукумат исми шаҳри Қурғонтепа, маркази маъмурии вилояти Хатлон воқеъ дар ҷануби Тоҷикистон ба Бухтар иваз шуд. Бухтар дар соҳилҳои дарёи Вахш ҷойгир буда 100,000 аҳолӣ дорад ва севумин шаҳри бузурги Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. солҳои истиқлолият исмҳои шӯравии шаҳру навоҳии зиёд инчунин кӯчаву хиёбонҳои Тоҷикистон иваз шуд.
рӯзҳои 19 ва 20 январи соли 2006 5 сол баъди суқути режими Толибон аввалин ҳунарнамоии овозхони зан дар Афғонистон баргузор шуд. Манижа Давлатова аз Душанбе ба Афғонистон рафта дар шаҳрҳои Кобулу Мазори Шариф 2 консерт дод. ин ҳунарнамоӣ ки бо риояи тадбирҳои сахти амниятӣ ташкил шуд, дар ҳаёти сиёсию фарҳангии Афғонистони ҷангзада як ҳодисаи таърихӣ гардид. 15 сол баъдаш ҳукумат дар Афғонистон дубора зери назари Толибон гузашт ки ҳама гуна озодиҳои занонро маҳдуд мекунанд. субҳи имрӯз Бонки Миллии 1000 рубли русиро ба 109 сомонӣ, 100 евро ба 1128 сомонӣ ва 100 долларро ба 1095 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. То фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдор.